درود بچه‌ها، بهارک نیکفر هستم، عکاس، کارشناس و مدرس حرفه‌ای. جلسه سوممون رو شروع می‌کنیم. خب الان یه مقدار دیگه با دوربین کار می‌کنیم بیشتر. اطلاعاتمون رو یه مقدار کاربردی‌تر و تخصصی‌تر میگیم. بازم تاکید می‌کنم به زبون ساده و راحت. تمرین یادتون نره، مطالب پشت سر هم لطفاً ببینید. اگه جایی هم گیر می‌کنید با دوربین کشتی کج نگیرین دیگه. برگردید دوباره آموزش رو ببینید، شروع کنید به تمرین کردن. خب بریم که شروع کنیم جلسه سوممون رو. در قسمت ستینگ لنگویج رو در حالت انگلیش بذارید. حالا اگه زبان دیگه‌ای مسلط هستید که خب خیلی عالی، ولی به صورت عمومی ما روی انگلیش میذاریم که بتونیم منوها رو باشون به راحتی کار کنیم. Image quality. Setting the image recording quality. ما میخوایم کیفیت تصویر رو مشخص کنیم. میایم در قسمت منو، اولین گزینه که علامت دوربین داره، اولین آیکونش Image quality. میام قسمت سس رو فشار میدم. خب راو و JPEG. برای پردازش های کامپیوتری حتما فایل راو رو داشته باشین در کارهاتون. فایل بسیار با کیفیتی هست و JPEG یک فایل فشرده است. خوب دقت داشته باشید. L وقتی که انتخابش میکنید سایز بزرگه، M که میاد متوسطه، S که میاد کوچیکه. هر چقدر به سمت S حرکت میکنید کیفیت تصویر کمتر میشه و شما سایزهای چاپ رو در سایزهای کوچکتری میتونید داشته باشید. به این قضیه خوب دقت داشته باشید. دکمه اینفو. خب در حالت عکاسی هستیم. این دکمه رو میخوایم چند بار بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید این دکمه اینجاست. خب الان اطلاعات عکاسی رو نشون میده. سرعت، دیافراگم، حساسیت، نوار نورسنج و بقیه عوامل رو که حالا بعدا بهش خواهیم پرداخت. من یه بار دیگه بزنم. یه سری اطلاعات دوربین نشون میده، فضای خالی مموری و بعد براتون بگم که حالا مثلا WB شیفت برکر، کالر اسپیس، این اطلاعات رو هم برای عکاس خواهد داشت. و اینجا لول کردن دوربینه. برای اینکه عکس رو کج نگیریم باید این خط توسی و قرمز روی هم قرار بگیره که به نظر من گزینه خیلی خوبیه. خب حالا اگر که ما بخوایم بیایم، ببینید من این عکس رو از خودم گرفتم، البته به عبارتی دوستان از من گرفتم، من که خودم دارم عکاسی میکنم. خب این در این حالت ببینیم اینفو رو بزنیم چه اتفاقی میفته. ببینیم حالت تمام صفحه، اطلاعاتی که در مورد عکاسی هست، سرعت، دیافراگم، حساسیت شماره عکس و آخریش هم به صورت خیلی کاملتر اطلاعات رو در اختیار عکاس قرار میده که خیلی موقع‌ها این اطلاعات به درد عکاس میخوره و خیلی مواقع هم هستش که من رجوع میکنم به این اطلاعات. اینم در مورد دکمه اینفو. لول کردن دوربین یا تراز کردن دوربین. کامرا لول. شما زمانی که روی سه‌پایه عکاسی میکنید یا فیلم برداری فرقی نمیکنه. برای اینکه تصویرهای صاف و خوبی رو بگیرین حتما باید دوربینتون رو لول کنید، دوربینتون رو تراز کنید و تصویرها رو کاملا صاف بگیرید. حالا به چه شکل میشه؟ باید حتما در حالت لول کردن خط سبز رو شما اینجا ببینید. چند بارم که دکمه اینفو رو تو حالت عکاسی فشار بدید این حالت میاد. اگر دوربینتون لول نباشه یا تراز نباشه ببینید چه اتفاقی میفته. دوربین کج باشه خط قرمز و توسی رو خواهید داشت، یعنی دوربین تراز نیست. پس باید انقدر با سه‌پایه کار بکنید که به خط سبز برسید. یه نکته دیگه هم که فراموش کردم بگم، زمانی که شما دارین فیلم برداری میکنید، ببینید تو حالت فیلم برداری هستم و خب لایف داره همه چی بهم نشون میده. صفحه کاملا تاریک کردم. ببینید کاملا خط تراز صاف و سبزه. دوربین کاملا صافه، پس تصویرامو کج نمیگیرم.
اگه من چند بار این فور رو بزنم ببینید حالتهای مختلف رو نشون میده. تو این حالت میاد رو تراس. اگر دوربین از حالت تراس خارج شه ببینید دوباره خط توسی و قرمز رو خواهم داشت. پس بعد انقدر با سپایت، این سپایه فیلم برداری نیست، سپایه عکاسیه، ولی حالا برای نشون دادن اشکالی نداره. ببینید انقدر سپایه رو من تغییر باید بدم تا به خط سبز برسم، یعنی دوربین کاملا صاف و تراز باشه. درایو مود یا انتخاب نوع عکس برداری. خب توی این دوربین که 760D هست اینجاست و حالا ممکنه توی دوربین‌های دیگه جای دیگه تعبیه شده باشه که خیلی چیز مهمی نیست، پیداش میکنیم. و اگر من اینو فشار بدم میرم روی درایو مودم و میتونم مدل‌های مختلف عکس برداری رو انتخاب بکنم. یکی این نکته. خب حالا یه مدل دیگه هم میتونم انتخابش بکنم. میام کویک کنترل باتوم رو میزنم یا همون دکمه انتخاب سریع. وقتی اینو بزنم به راحتی میتونم چیکار کنم؟ هم از صفحه تاچ استفاده کنم، همین که خودش رو انتخاب بکنم، فرقی نمیکنه. خب حالا ببینیم هر کدوم اینا چه کاری انجام میدن. اولیش سینگل شوتینگ هست. ما وقتی که روی سینگل شوتینگ میریم، من یه بار دیگه انتخاب شد و چیکار میکنیم؟ ما یه دونه عکس میگیریم. این یه دونه عکس. وقتی که میریم روی گزینه بعدی کانتینیوس شوتینگ، اینجا چند تا عکس پشت سر هم رو میگیریم. مثل اینکه میخوایم مثلا یه رویداد خبری رو ثبت بکنیم یا یه اتفاقی رو ثبت بکنیم. عکاسای خبری خیلی از این گزینه استفاده میکنن. خب ببینید الان علامتش هم اینجا اومد. ببینید پشت سر هم داره عکس میگیره. ثبت کنین چراغ قرمز پردازش خاموش بشه. بعد میریم سراغ گزینه بعدیش. خب اینجا سایلنت سینگل شوتینگ هست، تک عکس بی صدا. ببینید البته توی دوربینای DSLR خیلی بی صدا هم عکس نمیگیره، ولی از قسمت اولی صداش کمتره برای عکس برداری از پرنده ها، حیوانات که صدای دوربین اینجا مزاحمت نکنه. بعدش سایلنت کانتینیوس شوتینگ هست، عکس برداری پیاپی که حالا صداش کمتره، بی صدا نمیتونه باشه اما صداش کمتر. من انتخابش میکنم. ببینید صداش کمتره. چراغ قرمز رو ثبت میکنم خاموش بشه، چراغ پردازشه. خب یه بار دیگه هم با این گزینه کویک کنترل باتوم میرم، هم میتونم تاچ، هم میتونم خودش رو انتخاب کنم. خب این میره سلف تایمر روی 10 ثانیه. اگه من اینو انتخاب بکنم دوربین بعد از 10 ثانیه عکس میگیره. مثلا از خودتون میخواین عکس بگیرین، ببینید خود دوربین عکس رو گرفت. از خودتون میخواین عکس بگیرین، کسی نیست، به طور مثال میتونید از سلف تایمر استفاده بکنید. خیلی کارایی داره. بعدش سلف تایمر روی بعد 2 ثانیه عکس میگیره. اینم میذاریمش بعد از 2 ثانیه. ببینید عکس رو گرفت. حالا این قسمت روی سلف تایمر هست که تعداد عکسش رو مشخص میکنه. ببینید زده سلف تایمر کانتینیوس. خب سلف تایمرش بعد از 10 ثانیه عمل میکنه. من یه بار دیگه اینو بیارمش. اینجا بهش چیکار میکنید؟ تعداد عکس میدید. بعد 10 ثانیه 2 تا عکس بگیر، 3 تا بگیر، 4 تا 10 ثانیه میره. حالا من یه مثلا 10 تا رو انتخاب نمی کنم، میگم بعد از 10 ثانیه 4 تا عکس بگیر. این هم شمارش معکوسشه. ببینید دقیقاً 4 تا عکس گرفت. خب حالا ما میریم و دوباره برش میگردونیم به همون سینگل شوتینگ یا تک عکس.
گزینه کلیر آل کامرا ستینگ. زمانی که شما میخواید تمام تنظیم هایی رو که روی دوربین انجام دادین رو کامل پاک کنید و دوباره دوربین رو از اول ست کنید. منو رو فشار میدین، میاید در قسمت ستینگ گزینه کلیر ستینگز رو انتخاب میکنید. من اینو انتخاب میکنم و کلیر آل کامرا ستینگز گزینه اول ست میکنم. اینجا ازتون سوال میکنه که تمام ستینگ های دوربین رو پاک کنم. شما تایید رو بهش میدین و بله، تمام ست های دوربین باید از نو توسط شما انجام بشه. خب جلسه سوممون تموم شد. سعی کردیم که به زبون ساده باشه، راحت بگیم، تمرین تکرار یادتون نره. تمرین تکرار اینو خیلی تاکید میکنم، چون واقعا توی هر قسمتی که آدم بخواد یادگیری داشته باشه این تمرین تکرار معجزه میکنه. هر جام که ایراد داشتین لطفاً با دوربین کله کشتی نگیرین، برگردین دوباره ویدیو رو ببینید و کانال رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو پایین بزنین، نظراتتون رو برام کامنت بکنید که تو ویدیوهای بعدی حواسم بیشتر بهتون باشه. خب این جلسه رو تمامش میکنیم و تا دیدار دیگر بدرود.